انسان حیوانی فلسفی است. یعنی چی؟ تو این ویدیو میخوام راجبش صحبت کنیم. شوپنهاور معتقد جهان دو جنبه داره. اسم یه جنبهشو میذاره تصور. میگه همین جهانی هست که داریم درش زندگی میکنیم، جهان پدیداری و قابل شناخت انسانه. همین جهان یک جنبه دیگری داره که اسمش رو میذاره اراده. میگه اراده یک نیروی بنیادین ناهنجاری هست که انسان رو به تلاطم میندازه. تلاطم برای خواستن چیزهای مختلف، برای رسیدن و برطرف کردن امیال مختلف. میگه تا به الان فلاسفه اومدن گفتن که ذهن جایگاه شعور و اندیشه است. میگه بله، اما در سطحی ترین لایش، در عمیق ترین لایه ذهن همین اراده حضور داره و این اراده باعث میشه که ما چیزهای مختلف رو در سراسر زندگیمون میل بکنیم و چه برسیم به اونها چه نرسیم، چه در جهتشون در واقع تلاش بکنیم چه نکنیم، در نهایت رنجه. و اینطور نیستش که در واقع ذهن ما یک نیازی رو تشخیص بده و بعد در جهت رفع اون نیازه حالا تلاش بکنه. میگه این اراده هست که باعث میشه که ما یه چیزی رو طلب کنیم و بعد در مرحله بعدی ذهن براش دلیل پیدا میکنه. عشق رو مثال میزنم. میاد میگه که این اراده مطلق میخواد که نژاد بشر ادامه پیدا بکنه و نژاد بشر هم با تولید مثل اتفاق میافته. میگه این باعث میشه که انسان به جنس مخالفی میل میکنه، اما همون انسان در ذهنش میاد این خواستنه رو به عشق ترجمه میکنه، عشق نامگذاری میکنه، یعنی ذهنش داره این کار رو انجام میده، در صورتی که اون پشت اون اراده هست که داره کار خودش رو انجام میده و به عبارتی روی بشر کنترل داره، روی ذهن کنترل داره. میگه دقیقاً به خاطر همینه که انسان در تاریخ رفته دنبال الهیات، رفته دنبال فلسفه، برای اینکه امیال خودش رو بپوشونه و پنهان بکنه. به این معنیه که شوپنهاور میگه انسان حیوانی فلسفی است. این من فکر میکنم بحث رو ادامه بدم چون جای مناسبی برای نقطه گذاشتن نیست. میگه این اراده در سراسر زندگی با ما هست. دو راه وجود داره برای اینکه از این اراده رها بشیم. یکی جدا شدن از خواستن هاست که میتونه با عرفان اتفاق بیفته یا با مرگ. راه دیگه ای که راه موقتی هست روی آوردن به هنره. میگه هنر اگر صرفاً هنری باشه که هیچ قصد و نیتی در خلقش وجود نداشته باشه، یعنی همون نگاه کانتی به هنر، اون هنر میتونه برای لحظاتی ما رو از این اراده، از جهان خواستنها رها بکنه. و حالا تو اون سلسله مراتبی که برای هنرها قائل میشه، از نظرش موسیقی والاترین جایگاه رو داره. موسیقی و تراژدی رو هنری میدونه که سرشار از حقیقته و میتونه ما رو از جهان خواستنها، از شر این اراده در واقع رها بکنه. خیلی ممنونم از نگاهتون. امیدوارم که ویدیو براتون مفید بوده باشه.